با ویزا پرداخت نما و برد را به دست آر. تحت این عنوان اکسیه از جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک جنبست گردید. اکسیه مذکور در مقیاس جمهوری تاجیکستان اولین مراتبه راه اندازی گردید. اوریون بانک ماه سپتامبر سال روان به میزبان خود این اقدام را پیشنهاد نمود. در اقدام 8 عدد تلفنی موبیل، 3 عدد автомашина برای برد گذاشته شده بود. اکسیه مذکور از سنه 1 سپتامبر تا 24 دکامبر دوام کرده است. هدف از برگزاری اکسیه مذکور این رشد دادن حسابرسی غیرنفتی وسعت بخشیدن آن و اجرا نمودن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحقیق رقمی 815 آید به وسعت بخشیدن حسابرسی غیرنفتی بود. اکسیه بسیار نتیجه‌های خوب را به ما نشان داد. حجم گردشی یا حصه پرداخت غیرنفتی بسیار افزایش یافت. ما میزاجا بسیار خرسند از همین برگزاری اکسیه شدند، زیرا آنها صاحب تلفن‌ها گشتند. امروز ما автомашинаҳое ки ғолибони асосии аксия бурд кардан ба онҳо месупорем. ҳамаи ҳамин ташкили аксия барои боз ҳам ҳавасманд намудани мизоҷони бонк, барои боз ҳам зиёд намудани шумораи онҳо, барои дастгирии тамоми он қарорҳое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди ҳисобробаркунии ғайринafтӣ равона шудааст мо ташкил кардем. اقدامی مذکور 4 ماه دوام کرد. دوامی 15 روز آن را جنبست نموده به میزبان غالب تحفه ها تقدیم کرده شد. میزبانی که با مبلغ 200 سومونی در عملیات های بانکی انجام دادند اشتراکچی آزمون گردیدند. غالب برد اساسی که از روی شرط های آزمون زیاد از 50 عملیات در دوامی 4 ماه به مبلغ 200 سومونی بود صاحب автомашина شدند. همچنین به کارمند جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک در ناحیه سپیتمن برای جلب میزبان در دایره اکسیه با سپاسنامه قدردانی کرده شد. باید قید کرد که جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک یکی از بانک‌های کهن‌ترین جمهوری به شمار می‌رود. برای میزبان خود ما تمام خدمت‌رسانی‌های بانکی را پیشنهاد می‌نماییم. این هم باشد خدمت‌رسانی‌های حسابرسی خزینه‌ای، قرض‌ها، پس‌اندازها، کارت‌های بانکی، انتقال پولی. در برابر این ما کوشش می‌کنیم تمام طلبات میزبان وابسته به پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های فاصله‌ای، خدمت‌رسانی‌های زمانه‌ای دستگیری کرده شود. با آنها همکاری زیج داریم. هر یک درخواست میزبان را سریع وقت بررسی و دستگیری می‌نماییم. در دایره اکسیه مذکور 3 غالب معین کرده شد. چخیلی که نظامنامه اکسیه پیش‌بینی کرده بود این هم باشد یک میزاج از ولایت سوخت، یک میزاج از شهر دوشنبه یا ناحیه‌های تابع مرکز و یک میزاج از ولایت ختلان یا اینکه ولایت کوهستان مختاری بدخشان. خوشبختانه 3 نفر میزاج، 1 نفر از شهر خوجند، 1 نفر از شهر دوشنبه و 1 نفر از شهر دولاب معین کرده شدند که روزهای نزدیک علاقه به این میزاج‌ها تحفه‌های خود یعنی автомашина پیشکش کرده میشه و تقدیم کرده میشه. هنوز ماه اپریل سال 1925 در حدود جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه شعبه بانکی تجارتی آسیای میانگی به فعالیت شروع نموده بود. ماه سپتامبر خود همان سال در زمینه آن اداره جمهوریوی پرومبانک گشوده شد. در ابتدای سالهای 30 در مملکت بانک‌های مخصوص گردانیده شده مبلغ گذاری‌های دراز مدت از جمله بانک مبلغ گذاری و قرضدهی ساختمانی اساسی، صنعت، نقلیات و علاقه پرومبانک تشکیل کرده شدند. از 5 اپریل سال 2002 جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک تبدیل داده شده تا این جانب کار و فعالیت خود را به راه ماندند. در ولایت سوخت همگی 11 فیلال جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک عمل میکند. از روی اما نمودی خدمت‌رسانی نیروی بانکی خدمت می‌رساند. اینها انتقال مبلغ، دادن قرض و قبولی پس‌انداز و امانت‌ها و همچنین دادن کارت‌های پلاستیکی. غالب آزمونی با ویزا پرداخت نما و برد را به دست آر از جمعیت سهامی گشوده اوریون بانک شهرت یعقوبوف از شهر خوجند می باشد. روز شنبه سنه 26 دکامبر تحفه اساسی автомашина را به حوالی استقامتی غالب آزمون در وضعیت تنتنوی تقدیم نمودند. امروز برای شما یک عید است گفتن ممکن است، زیرا که ما چند لحظه پیش با شما در تماس شدیم. شورا جان راستی ما گفتیم که شما تلفنی موبیل برد کردید، لیک ما یک چیز دیگر گفتن هستم. شما برد کردید همین автомобили خود سال عریس را گزارش گنجینه عالم و مفتون شکور و نیمجان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.